عملیات تصفیه و تلاشی خانه به خانه به منظور تامین امنیت شهروندان و کشف سلاح و وسایل جرمی از 2 روز بدین سو در سراسر شهر کابل از سوی نیروهای امنیتی امارت اسلامی آغاز شده است. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ ما پلیس وزارت داخله هستیم. از امارات اسلامی آمدیم خانه تلاشی کنیم. نیروهای امنیتی حوزه 11 با تشریک مساحی با نیروهای استخبارات و منصوبین وزارت دفاع در چندین محل خیرخانه تلاشی خانه به خانه را انجام دادند. 2 ورځې کېږي چې دلته د منګه عملیات تطبیقي عملیات شروع شوي دي. هغه له وزارت دفاع نه وزارت داخلي لخوا او د استخباراتو ریاست د 3 ورګانو لخوا نه دلته شروع شوي دي. هغه په دغه ساحه کې د خیرخانه ساحه 11 حوزه سي ده، په دغه ساحه کې شروع دي. در این عملیات نیروهای قطعات خاص پلیس نیز به منظور حمایت از نیروهای شامل عملیات در ساحه در حالت آماده باش قرار دارند تا از هر گونه تحرکات مخرب جلوگیری نمایند. و فعلا به امر مشورهای امارات بعض عملیات‌های تصفیه‌ای عمومی در کابل به اجرا شده است و من فعلا در ساحه حوزه 11 مسئول عملیاتی هستم و تلاشی توسط 3 ارگان خاص وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی، وزارت داخله در ساحه اجراست و وظیفه ما در این هنگام تلاشی است که اگر افراد تلاشی با کدام واکنش برخورد میکنه و تحرکات از طرف دشمن به وجود میاد، ما میتونیم سریع و عاجل به او رسیدگی کنیم و او تحرکات از بین ببریم. این برنامه تلاشی که از سوی امارت اسلامی برآ انداخته شده است، باشندگان محل در مورد چنین اظهار نظر دارند. ما از برخورد مجاهدین در منطقه ما که تلاشی کردن خانه ها را بسیار راضی هستیم. برخورد خوب کردن همراه ما و در این منطقه ما بسیار قبل از آمدن مجاهدین بسیار ناامنی بود. مجاهدین که آمدن خانه را تلاشی کردن، بعضی خانه که مشکوک بود توجه را تلاشی کردن. اگر اسلحه بدون مجوز در خانهشان بود او را گرفتن و دیگه رویه خوب کردن، با کسی درشتخویی و جنجال نکردن. دیگه خانه را به طوری که امور رقمش که شایسته بود امور رقم تلاشی کردن. در پیسه، در زیور کسی و در تلفن و در کامپیوتر کسی غرض نگرفتن. خوشبختانه مسئولین حوزه 11 پلیس، حوزه 11 استخبارات و جمع قماندانی امنیه که در راستشان از امارت اسلامی بود، در سایه شخص ما خود ما که آمدن هر دروازه را تک تک زده با شخص خود ما تلاشی میکردیم و در آخر از خانوالان معذرت خواهی میشد و هیچ دروازه را کسی نشکستانده، هیچ قلف را نشکستاندین. برخورد نیروهای امارت اسلامی افغانستان بیخی درست است. در دواده تلاشی با تمام اصول و قوانین اسلامی با مردم رفتار میکنن. با زور در خانه کس تا بالا ندار آمدن، ما همراهشان شانه به شانه در کوچه گشت و گذار میکنیم. افرادی که منازلشان از سوی مجاهدین مورد تلاشی صورت گرفته است، از برخورد مجاهدین چنین میگویند. تلاشی مجاهد است در اینجا، خانه ماست در کوچه 4 است. اول پوجه جدید تلاشی شد به خوب وجه، کل خانه را سعی کردن، کدام مشکل دیگه نبودن. در هر تیم عملیات تلاشی پلیس زنانه نیز حضور دارند و همچنان از جریان عملیات چنین میگویند. فعلا په یو ګروپ په هر ګروپ کې موږ 2 تنې اوناس لرو چې د دوی ترڅنګ په یو کورون کې چې مثلا تصفیه عملیات لرو، اول اوناس داخليږي، بیا د ښځو سره وغوډي هغه خپل په طریقه سره تلاشي اخلو، برخورد کیږي، یو اتاق ته ښځې ځي، بیا غوړونه راځي، نور ځایونه وغوډي تصفیه کوي. در این عملیات تلاشی بیشتر از 20 میل اسلحه مختلف النوع، 15 پایه مخابره، 8 بم دستی، 3 عدد دوربین، 1 پایه جمر، 1 حلقه ماین ضد پرسونل، 1 اراده موتورسایکل، 1 کانتینر البسه و تجهیزات نظامی به دست آمده است.